هلو مردم، وقتتون بخیر. شماره 2 هستم. یه تتلیتی که تقریبا میشه گفت 5-6 سال تتلیتی واقعی، یعنی قفلی هم روی موضوع. بعد ما از همون زمانی که بگو بینم ندیدیش، ما اون موقع میرفتیم CD میزدیم، موزیکا رو موزیک ویدیو بودن اون موقع، اکثرا میزدیم روی CD، میرفتیم نرو کلوب، میرفتیم با نروی اون دستهاشون میزد CD ما میدادن، ما میرفتیم اون موقع CD های آقای امیر تتلو رو گوش میدادیم، تصویرهاشون رو نگاه میکردیم. و اینکه الان دیگه خیلی راحت شده دیگه، الان تتلیتی شدیم خوشبختانه، شرایط واسه رو میتونیم راحت‌تر با آرتیستمون ارتباط برقرار کنیم، ازش آگاهی بگیریم، یاد بگیریم چجوری شعر بنویسیم، یاد بگیریم آهنگ بخونیم، یاد بگیریم ورزش کنیم، یاد بگیریم تایما رو بلد باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، یاد گرفتیم بفهمیم یه آدم میتونه چقدر قدرتمند باشه. من تا حالا همچین آدمی تو ایران ندیدم، تو کره زمین ندیدم. از اون طرف من خودم متولد 8/11/76 با آلبوم برزخ تتلیتی شدم. موزیک فرق از دنباینا، تناسخ، کی فکرشو میکرد، بی منم میشه. ولی خب من با فرق از دنباینا وارد امیر تتلو شدم دیگه، بعد روی اون موزیکا بودیم. بعد امیر تتلو به نظر من یه شخصیتی داره فوق فرازمینی. اصلا من هرچی بیشتر میگردم توش بیشتر گم میشم توی امیر تتلو. امیر تتلو مثلا این موجودات فرازمینی که نشون میدن، 2 چشم داره آبیه، و توی کاور فرق رمضان با اینا یکم زده نشون داده تو چشماش ایرانه، نقش ایرانه. ولی من به نظر من امیر تتلو یه شخصیت فرازمینی واقعیه، ایلینه، واقعیه. مردم میرن تصویر میسازن کسری، ایلینه. قدرت اینو داره که ذهن تو رو ایلینی بسازه، تو هم این توانایی رو داشته باشی. تو یه انسانی موجود زنده هستی، میتونی تبدیل بشی، انرژی، خالص انرژی. وسط همه دوست دارن روی زمین زندگی کنم، من روی زمین دارم زندگی میکنم، 25 سالمه، سنی ندارم. 5 ساله 6 ساله با امیر تتلو آشنا شدم، گیاهخوارم، ورزش میکنم. یاد گرفتم از امیر تتلو که با ادب باشم، یاد گرفتم از امیر تتلو هنرمند باشم، یاد گرفتم یه کسی بهم بی‌ادبی کرد 1000 بارم حتی اگه شده ببخشمش و ازش فاصله بگیرم. با امیر تتلو میشه رسید، میشه پرواز کرد، میشه راه مخفی‌ها رو دید، میشه هنر دید، میشه خیلی از چیزا دید. همه با امیر تتلو کانکتن. تمام آدما یاد گرفتیم، همه آدما اضلاع همه یاد گرفتیم پازلی از این طبیعت هستن و وقتی واقعی باشن این پازل تمام میشه و این زندگی معنی خودش رو پیدا میکنه و طبیعت تازه با ما رفیق میشه. تازه ما روی این زمینی که داریم روش زندگی میکنیم هنوز طبیعت با ما رفیق نیست دوستان. تا امیر تتلو اومده به ما یاد بده که ما با طبیعت رفیق بشیم، هرچی طبیعت میخواد باشیم، هرچی ما میخوایم طبیعت به ما بده. چه خوب ابر و باد و من خورشید و فلک در کارن که تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر توست، سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. امیر تتلو به ما یاد داد اشرف مخلوقات بشیم، واقعی باشیم. امیر تتلو یاد داد من شماره 2 باشم، خدا و بنده، شماره 2. اینو امیر تتلو به من یاد داد. اومدم روی موج بسیار زیبایی از عشق و نور و دریای خدایی امیر تتلو، دریای سرشار از نور امیر تتلو آشنا بشم. و الان خدا رو شکر هر چی که دارم میسازم، هر چی که الان معلومات دارم، آگاهی نسبت به کره زمین و همه آدمو رفته بالا، فقط امیر تتلو باعثش بوده. من این عشق و فریاد میزنم. ای چاکرم. برای همتون فرکانس عشق میفرستم، برای همتون فرکانس نور میفرستم مردم، واسه همتون انرژی آگاهی از مرکز اراده هستی کیهان جهان عشق میفرستم. پیروز باشید تو مراحل زندگیت.